خدا به آن ملت سرنوشت داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت. به آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش برای دیگران کیشت. ما همه اونها را دعوت کرده استیم که بیایم من و تو و وی ها با هم جمع بشیم، ما بشیم، زیرا آنکه ما را هیچ کس جدا کرده نمیتونه، از بین برده نمیتونه. و این خاطر ما دعوت کرده استیم. ما گفته استیم که بیایم این جمله بدخشانی و خطلانی را بگذاریم کنار، که همین جمله بود که 23 سال شد ما را بدبخت کرد. مسلمان حیران یک نموده دم میشم که رژیم امروز را دستگیری میکنه. البته ما حق نداریم که گپ سخت بزنیم، نه که با کدام راه همین رژیم دستگیری میکنه. یگان تا شما هم جای مستی تون هستی، همه تون پستی تون نمیجایی، همه مراجعه کرده میگم. حکومتدارای عزیز، شما همین گپ خوب دقت بتین که شما میگن جنگ بده نتونستیم. این همگی در تاجیکستان 6 ماه جنگ بود، 23 سال شد ملت بدبخت شما نگاه دارین. 50 سال است که در افغانستان جنگ است. آیا یگان افغان اروبکش هست؟ آیا یگان افغان گایتستربایتر هست؟ 23 سال امروز دعوت در همه دولت دموکراسی پارتیا هستند. یک در پارتی تاجیکستان دیگه پارتیا را این فرزند اوگای در یگان جا راهشون نمیتن، مثل یک دشمن حساب دارن. همه حزبا، چی حزب خلقی دموکراسی نمیدونم، چی حزب سوسیال دموکراسی، حزب نهضت اسلامی. امروز روزی آمده که خاموشی نیست، بخیدن دستگیری کنین، کلی نمی مردم دستگیری کنین. من یه چیز آشکار میگم، این جمله را باید تیکه پرتاین در اینترنت که ما کسی هستیم که غضب خداوند جل و علا بالای رحمان و فضلیم. غضب خداوند بالای همین نظام دیکتاتوری هستیم که الله سبحانه و تعالی ما نخواستیم، الله ما را بیدار کرد. زیرا آنکه این مردم کسی هستند که حجاب مسلمان ها را رد کردند، جوان ها را تا 18 ساله. آخه ای بدبختا، ای مردمی که خطانه به عقل میگیرن و سوید نیک رحمان و فضلین. شما ای را بدانید که ای ابو حنیفه تا صدرالدین عینی را همشون تا 7 سالگیشون قاری قرآن بدن. پس چرا نمیمونه فرزندای مسلمان ها را مسجد بروند؟ نقصان در چی است؟ نقصان در آن است که اونها بسیارتر این برزگاه هایی که هستند گپشون در زنشون نمیگذره، گپشون در دخترشون نمیگذره. به خاطر که زن دختری اونها را دیگران نخوندن، مجبوره که زن دختری ما را چیکار کنن؟ حجابشون از سرشون بگیرن، از مسجد دورشون کنن. پدر و مادرها دستگیری کنین، به شما ما هیچ در جان ما خطر است، این روی راست ما در تهدیدا است، همه طرف است. این همین جمع‌هایی هست ما را نظارت کرده استند، این همین جمع هست. نیکی کو ما قسم خوردیم به نام الله در پیش خلق قسم خوردیم که ای رحم نمیگردیم. یک تیمور هم میبرن گفت یکون نمیدون میشکنن میکشن بالا و تر میکنن، با این برزه ما تمام نمیشود. ما شما دوام شدیم برادران، ممکن که نمی پگمون نباشین در بین شما، لیک شما برادران دوام شدین. دوامش میتین استعفا برادرها بیگناه هستن، نماز خونه والا نماز خودش که فرضه برای ما خونده نمیتونیم. برای همه شهروندان تاجیکستان فرضه که ما مسلمان نمازمون در با تمام خونده نمیتونیم. ما گناهکاریم مگر؟ ما برای زندانی میکنن، لیشو میترشن. نه یک ویدیو را تماشا کردم که در تیرما درخت نوک گل کرده است. درخت نوک در تاجیکستان گل کرده است. این همین روز من همین سر تماشاش کردم. درخت نوک این که چی نشانه دارد؟ امروز جوانان تاجیک ما باوری دارم که همه بیدار شده که همه همه باوری دارم که نمیخواد جوانی که جمع شده که انشالله ما باور داریم ما میگیریم این موبایل را میگیریم موبایل برا دف شو در کار نیستی. این قدر جوانات نظر کو ما نه پدر دیدیم نه میری مادر دیدیم نه میری فرزند دیدیم، همه غریبیم در اینجا خاموشیم. نه پدر ما را دیدم حالا من 9 سال شد مهاجرم، 9 سال شد من 16 سالگی مهاجرم در همینجا. من پدر ما ندیدم، مادر ما ندیدم، زن ندارم. تو 25 سال شدم من زن ندارم. ایرو چی زن ندارم بله من میترسم که پگه زن گیر با 2 ماه پس من در مسکو زنی من در اونجا فرزندی من در اونجا من فیلم فرزندی که شیرین است باید دست گریب کتی بازی کنی ما نمیبینیم میرا نمیبینیم. ای مامان تو میفهمی نمیبینیم، نه پدر میبینیم نه مادر نه برادر. مهری ما از هممون دور شده سه روز تو روز
به مهرش دستیم مهر یک جا کنین بیا سرجام شدیم بریم وطن آباد کنیم این خیلی نمیشه این خیلی قدره 2 میلیون زدکوی با دهن آسانه است که 2 میلیون مهاجر داریم 8 میلیون اهالی داریم در تاجیکستان فقط موی سفید زنک دختران مونده از کودک ها دیگر همه جوانا در همینجا هستن خیتایی های میرز آمدن در تاجیکستان کار میوان برای چی جوانان شهرونده تاجیکستان جای کاری افتن نمیتونه برای چی بیزنسمن‌های سوداگری تاجیک میلیاردرهای تاجیک در تاجیکستان خود کار کردن نمیتونن تجارت خودشون پیش بردن نمیتونن برای چی همسایه که شهرنامه بسته نمیتونن رها و محکمه تو که با همسایه دوست نباشی یا بالا قسم تو یگان کارت پیش نمیره با خیلی ازبکستان رحمون محکم کرده که تجارت برون با روسیه با دیگه دولت ها فروخته نمیتونیم گاز هم محکم کرده است که تو 2006 گاز بود در تاجیکستان این کثافتی که ایسار آمد تمام زمین قاق شد امام علی تو ایسار آمدی که زمین برادر ما را گناهش چی بود؟ وقتی خواست که یک تاجیکستانی نو بسازن یک ایده آباد داشته باشن گرفتن 26 سالش دادن من همون آدم در زندگیم 26 دقیقه دیدگیم 25 دقیقه دیدگیم برادرای عزیز ولی چی مرا وادار کرد که بر رحمان بنویسم مکتوب که ای رحمان من آماده هستم به جای زید سعید زندانی بشم تا اینکه آزاد باشم تا صدها و هزاران نفر تاجیک دیگر را به جای کار تامین بکنه مرا بردن زمین ها کشیدن گرفتن تجارت ها محکم کردن که من بر ضد حکومت کردم من طرفداری از زید سعید کردم من به چی خاطر برادرای عزیز طرفداری از زید سعید کردم به او خاطر که زید سعید این دستش پلاسماسی ایجا 3 چلیک داره این 2 چلیک دیگه چنین کودک 5 ساله و ای کودکیش یک انسان معیوب بود با وجود معیوبیش میلیون تجارت ها داشت صدها و هزاران نفر صاحب جای کار کردگی بود او را گرفتن زندانی کردن ولی حسن خودش کی است یک گوسفندچران بود خودش یک گفتی همون کینا یوسف که یک بیابانگرد گوسفندچران آمده است امروز یک از میلیاردرهای تاجیکستان این همون میلیاردهای است که زمین های تاجیکستان قرضدار کردن تمام خواجگی های دهقانی که در تاجیکستان هستند هر هکتارش تا 3-5 هزار دلار قرضدار است امام علی رحمان خلقی دانا در زندان با قانون ناحق مردم کرد زندان امام علی سرکلان فامیلیت هست رحمان نام خدا های نام تگذاشتم حیوان در چارچوبه قانون قسم خوردی تو بنون چرا امروز خاموشی حیوان و تنفروشی ملک ما در خیتای دستی تاجیک دلای آینده کشورمان در دست این خیتای رادیو برمت زلا مردم دارن سر بالا جنبش کار همیای کپت دود کردگی عمر علی قوت قربان معروفیت خلق با پا خیزاندی با ننگ تاجیکیت کم بغل در ملک روس میکند کاری اروس خیتایی ها در وطن بیواها را کرده زن در مابین یک هفته می شود 2 تا فرزند ای مردم بیدار شوه با دوستان یک جا شوه آینده در کشورمان خلقی با تقوا شوه سلام به خلق و ملت به کل آدمیت سلام به امام علی ای وقتی که سروری تا این وقت چی کردی میگوی امروز سخنها به خلق مردم ما جهان خسته پرغوغا آرامی در ملک ما حسن امروز بانکی رای کادی پلها در کیای امام علی سخن کرد تخمینه قطش قهری سردار یک کارخانه رستم چی را میدانه آزاده جان سخن که کادی پلها در کیای ما نکردیم آبادی از این کارا تو شادی خلقی با آر و ناموس جمع شده در ملک روز حرکت چون بر وطن تو میمری بی ناموس امام تپه گوز میزنه امشب بر روز نمیزنه دولینش بلند میشوه فقط خدا میزنه امام تپک خرکله ای کلاها را جمع کرده ای در 23 سال حیات اجاره آباد کرده ای زمین دادی خلق چینه خلق در دهنت میرینه عمر علی پهلوانی امروز در بین میدان شیر بچه ها ای پشتی تو در نیم راه نمیمانی دوستان این وطن را رو بره انداختی دشمنان این ملت را روی تخت برداشتی شهرمردان وطن دعوت اسلام کنند بین رشت پامیر ما یراق برداشتی نیست کردی ملک ما را خائن وطن فروش وطن زیبای ما را ماندی سودا در فروش فکر کردی نیست شاعر وطن را آزاد کند خلق تاجیکی ما را از خوابش بیدار کند گوش کنه شیردیل وطنت برباد رفت آن زمین و نعمت بود جانب خیتای رفت حقیقت و حقیقت جوی ای بینمان اسلام رفت گنرال پرقرارمان طرف خیتای رفت
وقتش آمد خیزید مردم وطن را آزاد کنیم، دشمنان این ملت را از وطن سرساد کنیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.